آره چند تا همکاری دیگه هم هست، حالا اسم میارم هنوز ولی به زودی میاد. یا مثلا آلبوم با چیز، این که میگه سبکای مختلف، این آلبومی که با دنی خانومش زای درست کردم، عشقی رفتیم تو کار، شروع کردیم به کار، همه سبکایی که قبلا من انجام دادم حتی دنی اسدی انجام داده، یه جوری خیلی خفنم ترکیب شد. شنیدی چه جای خوبی هم گذاشتی. آره تایم خوب، خوراک اون فضا بود توی صحرا که بودیم. انگلیسی بود یه سری کارا. آره انگلیسی و فارسی قاطیه که من فارسی میخونم و مردیک اصلا خیلی دوستش دارم. اونم به پاییز بدین دی، حال هوای پاییزی داره. آفرین داداش، کلاب برو ما هم یه دونه انگلیسی خوندیم. آره خودت خوندی انگلیسی؟ البته خودم خوندم، دو تا کمکی هم آوردم، دوستمون نازی و رامین هم اومدن. خب کار خودش خوشگل شد. نازی تو کنسرت بود و خیلی کارش بسیار درسته. چه شو داشتی؟ چه شو با دوست خوبم چت جی پی تی. چت جی پی تی عزیز قشنگ تربیتش کردم. قشنگ همون چیزی که خودم میخوام می‌نویسه. آره خیلی خوب، خیلی، یعنی این برای من یه چالش بزرگ، حالا با فارسی که نمیشه این کارو کرد، با انگلیسی برام خیلی جالب بود که اینجوری میشه تربیتش کرد. خیلی بخش مهمی از چت جی پی تی یا کلا این ای آر مدل‌ها اینه که خیلی فکر می‌کنن فقط بعد بپرسن نمیدونم مثلا روزی چند تا تخم مرغ بخورم اوکی. میتونی تو اینو بهش دیتا بدی، بهش اطلاعات بدی و ترینش بکنی، خیلی میتونی ازش برداشت بکنی اینا. حالا کارو نکردم ولی میدونم میشه کرد. نه خفن تکنولوژی اصلا داره یه بخش یه بازی رو داره یه جای دیگه میبره. الان فعلا ما توی دوره‌ای هستیم ممکنه برامون توی اندازه‌ای ساده باشه قضیه، ولی بازی رو داره تغییر میده. اینم خودش یه مسئله است که عزیز اتیتود نداشته باش، تکنولوژی به زودی همه ما رو داره میخوره دیگه. سبک و مپک و فلان و اینا. الان یه آدم تیزهوش پشت چت جی پی تی بشینه، حالا پشت این اپ‌های ای آی بشینه، بازی اولیه رو بلد باشه، به راحتی میتونه هر کاری با موسیقی بکنه و این تا چند سال دیگه هم میره بازم مرزهای جدیدتری رو نمیشه با جنگید. من گاهی وقتا تو تلویزیون ربات‌ها هستن نشون میدن، مثلا ربات‌ها میاد خونه رو تمیز می‌کنه فلان اینا. مثلا به تینا میگه که نه من هیچ وقت ربات تو خونه‌ام راه نمیدم. میگم الان میگی نمیدم، ولی پس فردا وقتی تو خونه اصلا 10 نفر 9 نفر ربات تو خونه‌شونه تو نمیتونی نداشته باشی. اینم همونه، هر چیزی همون جوره. مثلا راه دادی، مثلا من تلفن نمیخوام، گوشی نمیخوام داشته باشم، موبایل نمیخوام. میخوام چیکار بکنیم وقتی همه دنیا اونجا وصل میشه؟ اصلا ناممکنه. تو نمیتونی اصلا. یعنی ما الان راه دادیم، این یعنی الان تو زندگی ما هست، امکانی دیگه برای فرار ازش وجود نداره. اتفاقا الان باید تمرکز زیاد بذاری، کامل یاد بگیری، برای اینکه عقب میمونی کلا. اگه جدی قضیه و هیچ راه بازگشتی هم در واقع وجود نداره که ما بخوایم در مقابلش مثلا وایسیم. نمیدونم اون بود دیگه، اون فیلسوف پسره بود کازینسکی، آمریکایی. آره یونی بامر. آره دیگه این خب چی داستانش جالبه. اون الان چیزی کاملا خراب میکنم داستان دقیقش رو، میگن چی میگن، سلاخی میکنم داستانش رو. اون بچه که میشه، خدایا چی بود داستانش؟ تو بچگی براش اتفاق میفته یا چی؟ آره برادرش بدن کتاب نوشت راجبش کامل. الان قاطی کردم چون هم یه ربطی به اسید و سایکدلیک داشت، هم یه ربطی به یه مریضی خیلی جدی که تو بچگیش میگیره. من نمیدونستم. واسه تجربه این باعث میشه چون خود آدم ژنی بود دیگه. آره آدم ژنی بود، ولی یه دشمنی با تکنولوژی به واسطه مثلا یه داستانی پیدا می‌کنه. یه چیزایی دیده بود از آینده و تکنولوژی، اینم روش یه چیزایی تست روش کرده بودن. یه چیزی بود که ببخشید واقعا از بیننده‌ها که دارم داستانو خراب می‌کنم، ولی همین چیزی بود که تبدیل به این شده بود و اصلا مخالفت شدیدی داشت با آینده و تکنولوژی. این مخالفت با تکنولوژی عملاً تو از قرن 19 به اینور چند بار اتفاق افتاد. خیلی هم جالبه. یه دورایی مثلا یه دونه فیلسوف فرانسوی بود تو قرن 19، اوایل قرن 19، که میگفت 100 سال دیگه دور کره زمین آدم‌ها یه دونه چیزی شبیه نت می‌سازن. یه چیزی درست میکنن که احاطه میکنه زمین رو. یعنی عملا انگار چیزی که ما الان داریم اینترنت. چه جالب. یعنی تصورشون بعد همه آدم ها رصد میشن و حتی تو اساطیر، الان اساطیر به اون معنی نه، ولی توی احادیث مثلا شیعه هم که میری، این حدیث مهمی اینا دارن میری، این حدیث مهمی اینا دارن در رابطه با معجزه امام زمان. معجزه بدبخت چیه؟ چی؟ تو عربستان تو کعبه وای میسته صحبت میکنه، تمام جهان صداشو میشنوه. یعنی اینقدر بدوی بود قضیه براشون. یعنی یوتیوب لایو از مکه همینجا میشنن راحت. داداش ما داریم الان امامان زمان خودمون هستیم دیگه، داریم کار انجام میدیم و جدیه. ولی قضیه و مقاومت در مقابلش به نظر من کار احمقانه و اصلا هیچ راهی هم نداره. حالا اینا رو من فقط از اون اتیتود رسیدم. آره رسیدیم به اینجا. تو ولی نیستی.
چی؟ اتیتود راجع به داستان؟ تو نه کلا ندیدم از تو اتیتود، چون حتی نسبت به کسای دیگه هم ازت ندیدم. ندارم آخه نمیدونم، من یه چیزی داشتم خیلی وقتا هم به ضررم شده توی روابط موسیقی و اینا. هیچ وقت این داستان الان بگم خودش آدم بگه ضرر ولی داداش پشت همه ازت تعریف میکنه. آره ببین در مورد من میتونم بفهمم دیگه. اولا که از بیرون میتونی تشخیص بدی که حالا الان شاید بهتر شده باشم واقعا تو این 2-3 ساله، ولی از بیرون میتونی بگی این یا عصبیه یا گنده دماغه یا نمیدونم خیلی مغروره، یه چیزی اینجوری میگی. یک بخشش به خاطر خجالتی بودن من بود، یک بخشی دیگه به خاطر به هر حال من یکم چیز بودم ناراحت، یعنی حالا خشونت نه، منظور یه چیزی تو من هست که ممکنه دیرجوش باشم فلان. در مورد تو همیشه چیز خوب گفتن، یعنی مهربون، آروم، بدون اتیتود. آره من ولی میگم یه چیزی دیگه خودش بگه شاید یه جوری باشه، ولی واقعا هیچ وقت حسادت نسبت به موزیسین‌ها و آرتیست‌های دیگه اصلا نداشتم. دوست داشتم همه بترپونم واقعا، از اول داشتم. بعد ولی دیدم واقعا همه اینجوری نیستن، یه ذره عجیبه. یه گارد، چون رقابت میتونه رقابت مثبت خوبه، میدونید آدم داشته باشه. مثلا ببینی یه کاری می‌کنه، مثلا من الان تو میبینم تو داری مثلا دیجی می‌کنی، ممکنه منم بگم چه کار خفنیه بابا، چه باحال، منم 5 ساله می‌خوام دیجی کنم، منم یاد بگیرم مثلا. خب ولی اینکه خیلی میخوام این خصلتی داشتم بهش دیروز فکر می‌کردم. من بین خب دوست کلیمی هم زیاد دارم، اسرائیلی هم دارم، و توی لس آنجلس که مثلا ایران که ما زندگی می‌کردیم که آدم کلیمی زیاد نمی‌شناختم. نه. بعد توی الی که اومدم که دوست مثلا ایرانی کلیمی خیلی زیاد دارم، خیلی خفن هوای همو دارن. خیلی خفن هوای همو دارن و با هم خیلی باحال کار می‌کنن. مثلا تو بیزنس و اینا هم مثلا میگم اگه یه بیزنسی هست مثلا $1 میلیون خرجشه، 5 نفر میان با هم میان این کارا رو انجام میدن. اینا به خدا برعکسش انقدر دیدم بین بچهای ایرانی چیز که میاد چیز میکنی، یارو میخواد نکنه خودش هم سود نبره که به تو هم به سود نرسه. میدونی چی میگم؟ یه مثال دیگه این تیمیه رو نداریم واقعا و این به نظر من برمیگرده به داستان اگه مثلا تغییر توی ایران و آزادی اینا، اینم یه چیزیه که به نظرم واقعا جلوی ما رو میگیره. این همون چیز دیگه. تو بعد در این زمینه مسائل توصیه‌های اجتماعی هم فیدبک‌های عجیب غریب یه دفعه توصیه‌ای کردی و بعد برگشت. من تعارف ندارم. من خیلی جالب، اینم بحث مهمیه که چجوری ما این توصیه‌ها رو آدم داره و بعد توصیه‌های عمومی هم روشون توافق داریم. آقا تو کدوم ملت رو در جهان میشناسی که اینا تو خیابون هم دیگه رو ببینن، توی کشور غریب روشون مثلا که فارسی حرف نزن؟ آره. و این من تازه متوجه شدم که خیلیش به بعد از انقلاب هم ربط داره. بعد از 57 ایرانی‌ها خیلی به هم دیگه بی‌اعتماد شدن و بعد رفتن توی سروایور مود. همه تصور میکنن منافع من یعنی ضرر اون یکی. دقیقاً. آره. یعنی منفعت جمعی، یعنی منفعت شخصی نشده منفعت جمعی. تو آمریکا اینه دیگه. تو حداقل تو آمریکا واقعا ضدیت با اون منطق سوسیالیستی اروپا اینه. هر چقدر یه نفر بزرگتر بشه به نفع بقیه است. دقیقاً. این قانونه. تو موزیک هم بازم همینجوریه. یعنی من واقعا خود من بدکاری یا اشتباه یا ضعف یا تقلب کاری وقتی در مورد یه آرتیست میبینم اون منو اذیت میکنه، اما وقتی میبینم یه چیزی داره خوب کار میکنه دیدم تعریف خیلی حال کردی جلوی خود من، اصلا میدم هیچ رابطه‌ای باشون نداری. خوبه آقا، خواننده فلان. آره تمام. تمام. ما که اصلا تعارف نداریم. ما این اتفاقا دیدم چند نفرم کامنت گذاشته بودن همین ایده ای که ما گفتیم آقا حالا ما که نمیدیم ویدیوی کامل بدیم یا لایو بذاریم یا نه. اون آقای دورچی او یا او با د دورچی چه معنیه؟ مطمئن نیستم. حالا گفتیم این ایده چیزو گفتیم جالبه، اصلا چیز نداشتیم، اتیتود نبود که اتفاقا جوونه فلان، ایده باحال بود. حالا ما لایو نبود، ما چیز نبود، یه تیکه فقط برای اینستاگرام استفاده کردیم. ترسیم نداریم بگیم آره چیزی نیست. هنر اینه اصلا. ما ببین این تئوریک میتونم پاش باشم، هنر چیزی جز تقلید نیست. هنر تقلیدیه که تو از آن خودت میکنی، ورژن خودتو بدی. تمام. در بهترین حالت تو داری از طبیعت هنر. آخه همچین چیزی که شاید این اولا خیلی وقتا من این حالا راجع به این قضیه نمیگم، خیلی چیزا شده قبلا. مثلا دیدم مثلا من چه میدونم شاید 40 سال پیش 30 سال پیش دیدم یه آرتیست خارجی کرده، بعد یه ایرانی 25 سال بعدش کرده، بعد طرف دفعه اول اونو دیده، بعد فکر میکنه اولین بار اتفاق افتاده. وگرنه این ویدیو شبیه این ویدیوهای ما الان برو تو تیک تاک 1 میلیون ازش هست که برای چیز میگم. حالا ما با اون دیدیم خوشمون اومد مثلا، اصلا بی خیال. آره این اتیتودو بذارید کنار، بعد تازه نذارید کنار، ضررشو خودتون میبینید. تو یه جمعی میشینه فلان آرتیست شده و چقدر رنج آوره. به جان تو من وقتی میبینم دلم میسوزه. آرتیستی که
گدایی توجه مثلا میکنه که آقا بی خیال، من اومدم 2 دقیقه اینجا، من دیگه شاهین نجفی نیستم، تو هم دیگه عرفان پایدار نیستی. عرفان